سلام عزیزان پیج و کانال یوتیوب ایزی گرامر هاب. خوش اومدید به اولین جلسه آموزش گرامر ساده شده با استفاده از تک کلام‌های فارسی. من علیم. منم سارا هستم. خب علی، میدونی که یکی از گرامرهایی که خیلی از زبان آموزا باهاش مشکل دارن حال کامله. دقیقاً. و خب مشکل از اینجا درست شده که آموزشگاه‌ها به صورت تعریفی و کتابی یاد دادن. و خب چون ما توی فارسی در طول روز کتابی صحبت نمی‌کنیم، نمی‌دونیم که کجا باید از این گرامرها استفاده کرد. دقیقاً. مثلا همین حال کامل که گفتن، بهمون گفتن عملی که در گذشته شروع شده و ممکنه تموم شده باشه ولی اثرش هنوز مونده. و خب چون ما وقتی میخوایم صحبت کنیم به این فکر نمی کنیم که این جملمون الان چیه، اثرش مونده یا هست. فقط میخوایم سریع بگیم. این مثالها رو ببینیم. من رفته ام. تو خورده ای. شما نشسته اید. خب اینجور گفتنها تو حالت عادی در فارسی استفاده نمیشه. برای همین نمیدونیم کجا میتونیم از این نوع گرامر استفاده کنیم. دقیقاً درسته. ما توی این آموزش میخوایم بگیم که شما هر وقت توی فارسی هر جا که آخر فعلتون به ه ختم بشه، اون میشه حال کامل. مثلا خورده، رفته، شسته. یه ه به فعل گذشته میچسبه. در این مواقع که ما تو فارسی هم به همین شکل استفاده میکنیم، میفهمیم که باید از حال کامل استفاده کنیم. ساختارش هم با have یا has به علاوه شکل سوم فعل هستش. خب بریم چند تا مثال ببینیم. پدرم شام خورده. My father has eaten dinner. مادرم ظرفا رو شسته. My mother has washed dishes. خواهرم تصادف کرده. My sister has had an accident. برادرم کلیداشو گم کرده. My brother has lost his keys. برای منفی کردن هم که میدونیم فقط کافیه با have و has یه not هم بیاریم. مثل دوستم امروز مدرسه نرفته. My friend hasn't gone to school today. امروز به هم زنگ نزده. She hasn't called me today. سوالی هم have و has رو میاریم اول جمله. سعید چند بار بهت زنگ زده؟ How many times has Sahid called you? خب حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که این که همش با has شد. پس have چی؟ دقیقاً تو فارسی مشکل اینجاست که همونطور که گفتیم ما نمیگیم خورده ام. میگیم خوردم که اینجا دقیقاً شبیه گذشته میشه. پس از کجا باید بفهمیم که گذشته بسازیم یا حال کامل؟ خب یه نکته داره که شما هر وقت تو جملتون زمان داشتین باید گذشته بسازین. مثلا میگیم من 1 ساعت پیش شام خوردم. هفته پیش نرفتم مدرسه. ولی اگه زمان نداشتیم حال کامل میسازیم که تشخیصش کاملا راحت میشه. مثل اینکه بگیم من شام خوردم. I have eaten dinner. تو به مادرت زنگ زدی. You have called your mother. شما فرار کردین. You have escaped. و منفی و سوالی هم که مثل قبلی ساخته میشه. خب امیدواریم این جلسه براتون مفید بوده باشه و این روال آموزش ها برای تمام گرامرها ادامه داره. پس حتما ما رو فالو و کانال یوتیوبمونم ساب کنید تا از آموزش های دیگه با خبر بشین. حتما این موارد رو خودتون تکرار و تمرین کنید و هر چی میتونید جمله بسازید. تا جلسه بعد، بدرود.